إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان گرامی و هموطنان ارجمند، درس امروزینه هشتم این پیام ما را به دیگران رسانید و درس ها را نشر کنید تا از پاداش نیک بهره مند شوید. خیلی که گفتیم مؤلف کتاب میفرماید شرح اصول سیگانه: و دلیل الاستعاذة قوله تعالی قل اعوذ برب الفلق. مؤلف کتاب درباره استعاذه گپ میزند. استعاذه چیست؟ کلمه استعاذه این معنا دارد که طلبی پناه بردن، طلبی پناه گرفتن. معنای استعاذه همین است. و گفتیم خیلی که شارح کتاب میگوید استعاذه میگه چند نمود می شود. یکی آن میگه استعاذه گفتیم طلبی پناه بردن، ای طلبی پناه بردن به الله پناه میبرد انسان. این میگوید که در بر میگیرد چرا؟ انسان به پرگی به الله تسلیم می شود که او بینواست، او نیاز و احتیاج الله دارد در همه حالت و به الله تکیه میکند، اعتماد میکند پره که حمایتگری او. وقتی که به الله که پناه برد، حمایتگری او کیست؟ الله است. از هر یک چیزی که حاضر است، در آینده است، وای کوچک است، وای بزرگ است، از جن و از غیر از بشریت یا که از جن از چیز نباشد. خیلی که الله عز و جل می فرماید در سوره فلق: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الله میگه که پیغمبر که صلی الله علیه و سلم بگو پناه میبرم به پروردگاری صبح دم یا که سپید دم از بدی آن چیزی که آفرید. ببین پناه میبرم. همه خیلی دیگر سوره چی ناس الله عز و جل: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. ای بگو، امر برای پیغمبر است، پناه میبرم به پروردگاری مردم، پادشاه مردم. بین پناه میبرم. ای حمایتگری من کی است؟ از همه بدی ها الله است، از مردم الله است. کیست؟ پادشاه مردم است، معبودی بر حق مردم است. از بدی وسوسگری شیطان، نمو شیطانی که در نماز میاد انسان خناس اینموش وسوسه میکند. پناه میبرم به الله از همه چیز، از همه بدی ها. برای انسان باید به الله پناه برد، برای که کمک دهنده و حمایتگر غیر الله کسی نیست. استعاذه نمود دوم پناه بردن به چی؟ به صفت از صفاتای الله، مثل چی؟ سخنهاش، کلامش و بزرگیش و عزتمندیش. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. حدیث در امام مسلم است در کتاب ذکر و دعا. پناه میبرم به سخنهای پره الله، کاملی الله، از بدی آنچه که آفرید. این دلیل است. با پیغمبر بزرگوار چی میگه صلی الله علیه و سلم در دعایی که برای درد انسان است، اگر آنجور درد میکند، میگه اعوذ بعزت الله و قدرته. پناه میبرم به عزت مندی الله و قدرتش از بدی که من او را حس بکنم و دریافت میکنم. باز چی میگه؟ با میگه که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اعوذ برضاک من سخطک. پناه میبرم به چی؟ برازگیت از خشم و غضبت. این برازگی الله میگه پناه میبرم از چی؟ از خشم و غضبت. باز در حدیث دیگر اعوذ بوجهک. پناه میبرم به چی؟ بروی تو ای الله. حدیث هاش در امام احمد است و در دیگر نسائی و ابو داوود و دیگر حدیث ها صحیح هستند. این است که یعنی جایز است پناه بردن. کلمه میگه اعوذ بکلمات، اعوذ بعظمت الله، اینا جایز است گفتنشون. یک صفتی از صفاتای الله عز و جل، این جایز است. سیم استعاذه طلبی پناه بردن به چی؟ میگه به مرده ها یا که به زنده هایی که حاضر نیستند و قادر نیستند، پناه بردن به آنها. این چی است؟ این کفر است، شرک است، از دین انسان خارج میکند. تو به یک کس پناه میبری که او حاضر نیست، زنده نیست، مرده. چون که الله عز و جل سوره جن میفرماید ششم آیت: و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله عز و جل چی میگوید؟ و مردان از آدمیان به مردان از جن پناه میبرند، پس مردان جن بر طغیان و تباهیشان افزودند. یعنی وقتی به آنها که پناه بردند، آنها بر طغیان و سرکشی ورزیدند. هنگامی که از جنگل ها میگذشتند، در این حالت به جنیان پناه میبردند. این کفر و شرک است. چهارم استعاذه میگه به کی؟ طلبی پناه بردن به کی؟ به مخلوقات الله.
از بشر، از آدمیزاد، یا که به یک جای پناه بردن، این هیچ باکی ندارد. اگر در قدرت همون انسان باشد، مثلا یک کس را میزند پناه میبری به یک کس دیگر که تو را حمایت کنه، از او هیچ باکی ندارد. یا که پناه بردن به یک جایی که تو را ضرر نرسد. خیلی که امام مسلم از جابر رضی الله عنه که زن از بنی مخزوم دزدید، پس پیش پیغمبر آوردنش، پس پناه برد بکی به ام سلمه، یعنی که چی کرد؟ کوشش کرد که ام سلمه از او دفاع کند، یعنی پناه برد. حدیث در امام مسلم است. و حدیثی که از ام سلمه رضی الله عنها از پیغمبر بزرگ صلی الله علیه و آله گفت کسانی هست، کسانی بدن که حدیث از ام سلمه روایت میشود، کسانی بدن که بچی به بیت، به خانه کعبه پناه میبردن، خانه کعبه پناه میبردن، یعنی که برای این هیچ باکی ندارد که انسان به یک جای یا که به یک انسانی که همون قدرت همون کار دارد به او پناه برد که از دیگر کس باید چی حفاظت حمایت کند. و اگر پناه برد به یگان کس از بدی یک ستمگر و ظالمه، پس واجب است برای مسلمان که به قدر همون استطاعت و امکانیتش و چی کند و به پناهگاه خود برد از دست همون ظالم. نه که انسانی که میخواد به تو پناه برد از یک چی پناه برد و اصلا دزد است یا کوی اصلا آدم کشته است، پس او را درست نیست که انسان بر پناهندگی خودش بگیرد. خاصه این درباره استعاذه بود. باز مؤلف کتاب میفرماید که استغاثه این چی معنا دارد؟ استغاثه ای فریاد رسی، ای استغاثه فریاد رسی، یعنی طلب میکنی که الله به فریادت برسد و تو را نجات دهد در همون سختی که هستی یا که در همون یعنی که حالتی هستی که هلاک میشوی، تو از الله به فریاد میرسی، کمک میخوای که الله تعالی در همون حالت تر چه نصرت دهد. و این قسم ها هستینم خیلی که اکمش میگه استغاثه به الله، ای فریاد رسی به الله، طلب کمک در وقت سختی به الله. این از بهترین عمل ها و پرترین عملی است که این پیغمبران و پیروان پیغمبران خیلی که مؤلف کتاب دلیل میارد. سوره چی را؟ سوره انفال 9 آیه، خیلی که الله عز و جل میفرماید اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. خیلی در غزوه بدر وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نظر کرد به مشرکان و آنها را دریافت کرد که آنها 1000 آدم هستند، 1000 نفر هستند، 1000 افسر، و وقتی که به نظر کرد به صحابگانش که 300 و چند، ای 303 تا 309 را، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی دید نفری که با همراهی صحابگان خیلی کم هستند، پس در همون خیمه در آمد و دستا را برداشت و مناجات کرد با پروردگارش، به طرف قبله گشت و گفت که یا الله اون چیزی که مرا وعده داده ای اون انجام بده، یعنی نصرت و پیروزی را. یا الله، ای الله، اگر همین گروه یا همین گروهی که با همراهی من هستند از اهل اسلام اگر اینها را نیست کنی، پس در زمین تو را کسی نیست که عبادت کند. برای همین وقتی که همین دعا را کرد، پس مناجات میکرد، دستاش بالا برداشته تا آنی که جامه‌ای که در تن داشت جامه‌اش از کتفاش افتاد، پس جامه را ابوبکر رضی الله عنه برداشت، جامه را برداشت، پس دین بارا با کتف پیغمبر انداخت از پسش، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از پسش آغوش گرفت. پس ابوبکر گفت به پیغمبر ای پیغمبری الله، بسنده است اینقدر مناجات تو کردی، از الله پرسیدی و هر آینه پروردگار این وعده که برای تو داده است این را انجام میدهد، الله به وعدش وفا میکند. پس همین آیت نازل شد و به یاد آورید زمانی که در جنگ بدر از پروردگارتان فریاد رسی طلب میکردید، یعنی وقتی پیغمبر مناجات میکرد، الله دعا میکرد دست برداشتگی، پس او دعا و خواسته شما را اجابت کرد و فرمود و الله گفت من یاری دهنده شما با فرستادن 1000 فرشته پیاپی هستم، یعنی الله برای آنها در غزوه بدر 1000 فرشته را فرستاند. برای چی؟ برای با پیغمبر ضد کافران بجنگند. در همون حال الله به فریاد آنها رسید و برای آنها 1000 فرشته فرستاد و در جنگ غلبه کردند. این چی بود؟ این طلبی چی بود؟ طلب کردن از الله در وقت سختی. دیم نمود استغاثه، این استغاثه گفتیم فریاد رسی به مرده ها یا که به زنده هایی که حاضر نیستند و قادر نیستند برای کمک تو، برای فریاد رسی تو. پس وقتی که انسان میکند به زنده ها یا به مرده ها یا که زنده هایی که قادر نیستند، این شرک است. برای انسان همین کار انجام میدهد و در عقیده او و در فکر او که همین مرده یا که همین زنده هایی که هستند اینها یعنی که قادر و توانا هستند، یعنی آنها را به قدرت و به توانایی الله برابر میکنند که آنها یک تصرف پنهانی در می کم دارند، یعنی برای آنها قدرت چی را میدهند، یعنی همچون به آنها قدرت ربوبیت میدهند یا که آنها برابر الله قدرت و قوت دارند. و چخلی که الله عز و جل میفرماید در سوره نمل 62 آیت امن یجیب المضطر اذا دعاه
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون. آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند با آن که وقتی که درمانده‌ای او را بخوانید دعا کنید اجابت میکند و آسیب و گرفتاریش را دفع می نماید و شما را جانشینان دیگران در روی زمین قرار می دهد؟ ای جانشین یکدیگر، آیا با الله معبود دیگری هست که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد؟ اندک پند گیرید، اندک متذکر و هوشیار و پند میگیرند. سوم نمودی چی است؟ نمودی استغاثه، ای فریاد رسیدن به زنده هایی که در نزد آنها است و قادر هستند برای کمک و برای یاری آنها، یعنی یاری رساندن می توانند، به فریاد آنها می رسند. پس این جایز است که از یک کس تو کمک خواهی، یاری خواهی. خیلی که الله عز و جل در سوره قصص 15 آیت می فرماید در قصه موسی علیه السلام: فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضى علیه. پس آنکه از پیروان موسی بود، از قبیله موسی، از او در برابر دشمنش یاری و کمک خواست. پس موسی مشتی بر سینه او زد که کار او را ساخت، او را کشت. موسی گفت این درگیری شما، این جنگ شما، این گفتگو جنگ شما از کار شیطان بود، از عمل شیطان بود. او دشمنی گمراه کننده آشکار است. در اینجا اون انسانی که از چی بود؟ از پیروان قبیله موسی علیه السلام بود و از موسی چی خواست؟ کمک خواست و موسی را کمک کرد. در این جایز است که انسان در قدرت او کی باشد کسی دیگر را کمک یا یاری کند، هیچ باکی ندارد. این نمود استغاثه جایز است به زنده ها. چهارم استغاثه، طلب فریاد رسی یا کمک یا یاری به انسانی زنده باشد و غیر قادر باشد، توانا نباشد و یگان قوی پنهانی هم ندارد. مثل که یک انسان طلب یاری و کمک میخواهد، یک انسانی که وای در آب غرق شده ایستاده است، کمک میخواهد از کی؟ از مردی که او شل است، شل نمیتواند او را کمک کردن. پس این نمود کمک، این نمود استغاثه چی است؟ معنای ندارد. برای چی؟ برای که وای یعنی ناتوان است، غیر قادر است که اون انسانی که غرق شده ایستاده او را کمک کند. پس این درباره چی گفتیم؟ فریاد رسی. پس درباره مؤلف کتاب درباره ذبح میگوید. ذبح این چیست؟ این کشتن گاو باشد یا چاروا گردنش از همون جای رگش میبری، اینو میگن ذبح کردن در چی؟ در اسلام. یکم نمودش همین است که این ذبح عبادت است. یک انسان همچون اعتقاد عبادت میکند و قصد میکند به همون ذبح کردن یا چاروا قصد میکند. کی را قصد میکند؟ بزرگ شماریدنی برای اون کسی که میکشد، همون گوسفند برای یک کس میکشد، برای اولیاء میکشد، برای یگان ارواح ها میکشد. مثلا کشتن اون چی است؟ یک خاکساری و سرخمی و یک فروتنی برای همون انسانی که وای اولیاء است، برای همون و همچون تقرب نزدیک شدن به همون اولیاء. یعنی ذبح برای الله نمیکند و برای یک انسان به یک اولیاء میکند یا برای یک انسان دیگه میکند، ذبح میکند. برای چی؟ همون انسانی که وای همچون بزرگ میشمارد، همچون برای او خاکساری و سرخمی و تقرب نزدیکی به او. برای چی؟ برای که این خیل ذبح نمیشود مگر برای الله، تنها برای الله باید کنی، خالص برای چی؟ خالص در راه رضای الله باید شود. برای این الله عزوجل ذبح جایز دونسته است در راه الله و صرف کردن خیلی نمود ذبح به غیر الله این شرک اکبر است. و دلیلش خیلی که الله عز و جل میفرماید: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک له. سوره انعام آیت 162-163. الله چی میگه؟ بگو هر آینه، نماز و ذبح و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است، شریک برای او نیست. یعنی همه این چی است؟ برای الله باید باشد که انسان باید حتی ذبح که کرد برای الله کند، نه برای اولیاء، نه برای کسی دیگر که و همچون بزرگ شمارد و برای او ذبح کند. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که در حدیثش: لعن الله من ذبح لغیر الله. میگه الله لعنت میکند کسی را که برای غیر الله ذبح یا قربانی میکند. نمود دیمی ذبح این چی؟ یک انسان ذبح میکند. ذبح اصلا برای گرامی قدر دانستن مهمان یا که یگان توی میکند، میکشد نه که همون توی یا که همون چی را، همون مهمانی را
مهمانه برای الله حرمتش میگیرد و امون ذبح میند برای الله نیکی سبب برای چی؟ سببش چیه؟ برای مهماناش میگیرد. این اجباری ندارد. مهمان که اومد واجب است که انسان ضیافتش کند، مهمانداریش کند، مهمان نوازیش کند، یا که همچون استحباب است. خیلی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی که به الله و به روز قیامت ایمان دارد پس گرامی قدر داند مهمان خود را، ای مهمان نوازی کند مهمان خود را. و خیلی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برای عبدالرحمن ابن عوف میگوید اولم ولو بشه، ای تشکیلی کن. ما میگیم کو تشکیلی کن یعنی بکش، حتی که اگر که یک گوسفندم بکشی و هم گوسفند یک تشکیلی کن برای چی؟ برای همون توی باشد یا که یگان چی خرسندی باشد. حدیث در چی است؟ در بخاری است. این نمود از ذبح همین جایز است. اصلا تو برای نیت برای الله است، نه اون قدر گرامی قدر دانستن مهمان که تو برای او ذبح کنی. نه، تو همچون که الله تو را امر کرده است که چی است سبب، یعنی که برای الله ذبح کنی که سببش هم مهمان است که الله تو را امر کرده است که تو باید مهمان نوازیش کنی. سیم که یک چرت میکشی، یک گوه میکشی برای چی؟ برای خوردن خود یا که فروختن اجباری ندارد و میکشی و اجباری ندارد برای خوردن و برای فروختن. این از چی است؟ از قسمی چیزایی که مباح است، رباست. بعد مؤلف کتاب بعدی ذبح میگه که چی؟ درباره نظر گپ میزند. نظر کردن، نظر هم عبادت است. و مؤلف کتاب درباره نظر میگه و میگه دلیل نظر سوره انسان 7 آیت میگه که یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. الله عز وجل چی میگه؟ آنان به نظر خود وفا میکنند و از روزی که بدیش فراگیر است میترسند. این آیت همچون دلیل است برای نظر کردن و نظر عبادت است. و الله عز وجل در این آیت کسی که نظر کرده است و وفا میکند به نظر خود، الله آنها را در این آیت ستایش کرده است و الله دوست می‌دارد کسی را که وفا میکند به نظر خود. و هر یک چیزی که محبوب است به پیش الله، پسندیده است از عملها برای الله، همون چیز عبادت است. و برای این کدام انسانی که همون انسانایی که همون وقتی که یک عبادت برای خود فرض میکند، عبادت برای خود واجب میکند، در اصل واجب نیست، پس واجب است برای او که همین چیزا، همین نظر وفا کنه به نظر خود. خیلی که الله عز وجل میگوید ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سوره حج 29 آیت درباره حج است. الله میگه همون کسی که خانه الله زیارت میکند سپس میگه باید آلودگی خود را برطرف سازند و به نظرهای خود وفا کنند و بر گرد خانه الله کعبه طواف نمایند. در اینجا الله امر میکند که چی؟ کسی که نظر کرده است به نظر خود باید وفا کند. ولی آیا نظر کردن درست است یا کی نیست؟ اصلا نظر کردن، انسانی که نظر می‌کند یک عبادت، مثلا میگوید که من اگر که از امتحان کامیاب شدم من گوسفند میکشم، یا که میگوید که مثلا اگر که من فرزند بچه تولد کردم من خیلی کارا میکنم، گاو میکشم یا صدقه میدم یا فلان میکنم. برای خودش یک عبادت واجب میکند، یک عبادت، یک طاعت برای که واجب نیست در اصل برای خودش واجبش میکند. در اینجا بعضی علما چی میگن؟ میگن مکروه است، بعضی علما میگن حرام است. برای پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده است از نظر کردن. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم انه لا یاتی بخیر، میگه که نظر یگان خیر به انسان نمیبرد و انما یستخرج به من البخیل. هراینا نظر که همون چیزی که میکند همون نظر از انسان بخیل گرفته میشود، یعنی که انسان بخیل است و به یگان واجب کردن در دوش خود، در گردن خود برای خودش چی هم خیلی نمیتیه. اون که برای خودش چی اگر یعنی شرط میشیناند که اگر خیلی کشید مرا الله که خیلی داد من خیلی میکنم، شرط میشه. برای میگن نظر چی است؟ مکروه است یا که حرام است. در بعضی حالات میگن علما اگر انسان نظر کند، نظر کرد به یک طاعت الله، پس واجب است که همون چی عمل انجام دهد، همون عبادت. خیلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من نظر ان یطیع الله فلیطیعه. کسی که نظر کرد که الله اطاعت کند، یعنی به یک طاعتی، به یک عبادت نظر کرده است، پس همون چی را همون طاعت انجام دهد. حدیث در بخاری است درباره نظر. برای همین در اصل نظر چی میگن؟ انسان باید نظر نکند. اگر که انسان خیر کردن به یگان نظر، به یگان شرطی که من اگر که کامیاب شدم یا که من اگر فرزند داد یا که چیزی که همون انسان میگوید به اون چیز انسان صدقه گتید، صدقه ان شاء الله الله عز وجل هم کارش انجام میدهد. به یگان شرط و شروط برای الله خیر کند و شرط نگذارد برای چی یک طاعت، یک عبادت کردنش شرط نگذارد. مؤلف کتاب باز میفرماید که اصل الثانی، اصل دیم باز برمیگردد به همون چی فهماندن همون اصل دیمش که چی است. اصل دیم شناسایی با دین اسلام، با دلیل هاش. خیلی ما گفتیم شرط دادیم تسلیم شدن، تن دادن برای الله به توحیدش، یعنی یگانه دانستن الله
به توحیدش. اینا ما شرح دادیم. و انسان تن میدهد، گفتیم چی؟ تن میدهد برای الله به چیش؟ به طاعتش. یعنی کی فروتن است. ما وقت کاری که الله میفرماید و او انسان فروتن و انسان فرومایه است و تن میدهد و سر خمیند و همون کار همون طاعت انجام میدهد. درجه میگه که چی؟ و بیزاری جستن از شرک و المشرکان و اهل شرک، از مشرکان بیزاری جستن. اینا ما شرح دادیم در مسئله چی؟ در باره اسلام چیست؟ اما شرح دادیم، گفته بودیم، گذشته بودیم. برای همین درباره شرک سخن میزنیم که شرک نمودها می شود. بعضی علما تقسیم کردن شرک به نمودها. بعضی علما میگن شرک چی کردن؟ تقسیم کردن. بعضیش تقسیم کردن شرک ظاهر و شرک خفی، شرک آشکارا و شرک چی؟ پنهانی. بعضیش میگه که شرک اکبر و شرک اصغر، شرک بزرگ و شرک کوچک. بعضیش میگه که شرک اکبر و شرک اصغر و شرک خفی. شرک به سه نمود تقسیم میکند. شیخ ابن قیم رحمه الله میگه شرک می شود شرک اکبر و شرک اصغر و شرک خفی. شرک اکبر گفتیم ما که شرک اکبر این چی است؟ این انسان مثلا به الله کسی دیگر شریک می‌ورزد، در دعا باشد، در عبادت باشد، در ذبح باشد، در نظر باشد، در استعانه باشد، در استغاثه باشد. همه اینا کسی به الله شرک می‌ورزد و غیر الله میپرستد، این میشود شرک اکبر. بعد میشود شرک اصغر. شرک اصغر این میگه کدام است شرک اصغر؟ شرک اصغر این مثل چی است؟ مثال میاریم مثل انسان قسم به غیر الله میخورد، این شرک اصغر است. یا که تیمار آویزان کردن، این هم شرک اصغر است. نه که این با شرک تیمار آویزان کردن این با وابستگی دارد به چی؟ به اعتقاد همون انسان به همین تیمار. چه اعتقاد دارد؟ حالا مثلا اعتقاد دارد که این تیمار مثلا چی است؟ تیمار مثلا سبب است. در این حالت شرک اصغر است. اگر بگیم که اعتقاد دارد که همین تیمار مرا ضرر و فایده میرساند، در این حالت تیمار چی میشود؟ شرک اکبر میشود. بعد در اینجا گفتن شرک چی؟ شرک خفی. سیم نمود. شرک خفی را چی میگن؟ میگه شرک یعنی که پنهانی. این چی است؟ این میگه ریا است، خودنمایی است. خلاصه بعد گفتیم چی؟ گفت که بیزاری جستن از شرک و اهل شرک و مشرکان انسان باید حتمی است که در عقیدش همین باید باشد. بیزاری جوید از شرک، از طاغوت، از اهل طاغوت، از اهل شرک ای مشرکان و طاغوت پرستان باید انسان بیزاری جوید، حتمی است. و هو ثلاث مراتب. گفت که الدین گفتیم گفت سه مرتبه از دین. یکمش اسلام گفتیم شرح دادیم، ایمان گفتیم شرح دادیم و احسان گفتیم شرح دادیم. و کل مرتبه لها ارکان. گفتیم هر یک مرتبه آن برای خود ارکان داشت. گفتیم ارکانای اسلام گفتیم، ایمان گفتیم، احسان گفتیم. پس گفت فدلیل شهادت قوله تعالی. پس گفت دلیل شهادت کدام است؟ دلیل شهادت گفت که آیت آورد شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. آل عمران 18 آیت. الله در حالی که برپادارنده عدل است گواهی می‌دهد که معبودی بر حق شایسته عبادت جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش نیز گواهی می‌دهند که هیچ معبودی بر حق شایسته عبادت جز او نیست، معبودی که توانای شکست ناپذیر و حکیم است. و مؤلف کتاب میگوید که و معناش همین آیت لا معبود بحق الا الله، ای معبودی به حق نیست مگر الله. این نفی میکند همه آن چیزی که عبادت میشود از غیر الله، نفی میکند. لا اله ای نیست معبودی که عبادت شود غیر الله، الا الله مگر الله. اینجا نفی میشود، همه چیز میگن نفی می شود. چی معبودی که است نفی می شود. در اینجا بعد الا الله اثبات میکند که مگر او است، مگر او ای مگر الله که معبودی بر حق شایسته عبادت است. اثبات شده است که عبادت برای الله است تنها، یگان شریکی همتایی ندارد در چیش؟ در عبادتش. او شریکی ندارد در پادشاهیش، در داراییش شریکی ندارد. خلاصه درباره کلمه شهادت از درس دیگر ان شاء الله شرح میدیم و درس باز دوام دارد برای طولانی نشود. درس ان شاء الله در درس آینده باز این دوام شرح میدیم. از دعا اینه که خود ما را فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.